در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. تدوین تاریخ ترسیم سرگذشت و فرهنگ یک ملت است. تاریخ روشنفکری داریم، کمبود جناب موسوی صاحب واقعا احساس میکنیم، چون اونا خودشان به عنوان یک تاریخ زنده هستند در رابطه با روشنفکری. وظیفه روشنفکرها در مجموع همی خواد باشه که در رابطه با وضعیت اکنومی که وجود داره در افغانستان در همین رابطه کار صورت میگیره، مبارزه صورت میگیره تا همین از وضعیت وحشتناک و اسفبار مردم نجات پیدا بکنه. مثلا در این اواخر آنچه که بر روشنفکرها لازم است، در این اواخر اصولنامه جزایی که طالبان بالای مردم تحمیل کردن، این خودش یک کار میخواد، یک کار روشنفکری میخواد. شما ببینید در یک حد لایه یک مکتب فرهنگ لغات دکتر علی شریعتی را آوردیم. من اولین صفحه که راجع به روشنفکر هست میگه روشنفکر در یک کلمه به معنای روشنبین و روشنبین خوب کسی که روشنبین هست. چقدر واضح گفته. ممکن است تحصیل کرده باشه مثل ما شما واره، ممکن است نباشد، میتونه که یک نفر بیخی بیسواد باشه اما روشنفکر باشه. در دهه 60 که من خودم حاضر صحنه بودم و در همون کابل بودم، صدها عنوان کتاب طبع و نشر شد، مخصوصا از نسل جوان، شاعر نویس، رام نویس، داستان نویس و دیگه محقق و کی صدا عنوان کتاب که در تاریخ افغانستان اینقدر چاپ کتاب نشده. بله، نه تنها که کتاب چاپ نشد، بلکه حتی سینما به سقوط رفت، تئاتر بیخی نابود شد، هنر موسیقی خوب به افتضال کشیده شد. راجع به تاریخ اردو، جنگ جلال آباد و مسائلی که بالاخره نویسندش که یک وقت عامر ما بود، کتابی از این مثل کتاب نایل سواری به خدمت قرار گرفت. کم کم میخونم هر روز در جریان کار. خیلی زحمت کشیدن اردو و او آدم واقعا خوب نوشته کرده. سید عبدالقدوس آقا 80 سال عمر داره. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. تدوین تاریخ ترسیم سرگذشت و فرهنگ یک ملت است. در این رهگذر زمینه‌های پیدایش بستر حرکت، عوامل و موانع آن، پدیده‌ها و حوادث، علل تعالی و انحطاط، تأثیر و تأثرها، چگونگی روابط و سایر شؤون زندگی توسط یک مورخ و تصویر کشیده می شود و در معرض اندیشه، کنکاش و مطالعه فرزانگان و اندیشمندان قرار می گیرد. این کار از نظر علمی ارزشمند، آگاهی بخش و خدمت به علم و فرهنگ و اصحاب اندیشه و اهل مطالعه است. امروز 15 دلو 1404 برابر با 4 فوریه 2026 رادیو کتاب بخش‌های 11 و 12 تاریخ روشنفکری افغانستان را ضبط می‌نماید. امید جمعمان موفق به تقدیم برنامه مفید و روشنگر شوید. این برنامه به پیشنهاد 2 تن از هواداران جناب آقای علوی گرفته شده. متاسفانه آقای علوی با تأخیر وارد خواهد شد، بنابراین ما از دوستان اجازه می‌خوایم که با جناب آقای عاطف این برنامه را شروع کنیم. جناب موسوی صاحب، سلام به شما، بزرگوارای حاضر در برنامه، مخاطبای بسیار محترم رادیو کتاب، و بسیار تشکر که فرصت به ما دادین با ای که جمعی از بزرگوارا هستن و در این بخش، در این برنامه که ما بازم در رابطه با تاریخ روشنفکری داریم، کمبود جناب موسوی صاحب واقعا احساس میکنیم، چون اونا خودشان به عنوان یک تاریخ زنده هستند در رابطه با روشنفکری. میخوایم یک کمی بریم به این که ما چی چیزا را شنیدیم در این 10-11 برنامه و بعدش هم
شاید مثل یک گزارشدهی باشه، بعدش شاید علوی صاحب تشریف بیارن و یک بحث مباحثه با علوی صاحب خواهد داشتیم. در طول برنامه‌های گذشته که ما داشتیم 11 برنامه ما اساساً به دو بخش تقسیم شد. یک بخشی که موسوی صاحب، دکتر صاحب موسوی در رابطه صحبت میکردن، معمولا تاریخ روشنفکری بود، آنچه که سرگذشت روشنفکری در افغانستان بود، شروع کردن او را تقسیمات کردن به دو دوره 50 ساله و بعدش هم مخصوصا از دوران مشروطه اول و از دوران امیر عبدالله خان و حتی از دوران عبدالرحمن خان شروع کردن. در قسمت های بعدش آمدن حتی به ما معرفی هم کردن که اولین روشنفکرها از علما و روحانیون بوده، ولی بعدش آمدن در 50 سال دوم او دیدن که یک بخش ما متوجه شدیم که روشنفکری بعد از مخصوصا کودتای سردار محمد داود یک نوع به طرف قومگرایی و قومزدگی تشریف میبره یا حرکت میکنه یا منحرف میشه. اصلا اینطور باید بگیم منحرف میشه. اما بخش دومش که علوی صاحب مطرح میکردن، این بخش تاریخی بود، ولی علوی صاحب میرفتن به سمت فلسفه روشنفکری و از لحاظ فلسفه روشنفکری اونا قرار به این داشتن که انکار میکردن، تقریبا منکر هستن از اینکه روشنفکری در افغانستان باشه، ولی این تعریف هم با این که تعریف را ارائه نکرده بودن. اما با هم همونطور که در اون برنامه هم ذکر کردیم، در اون برنامه هم گفتیم بنابر یک مفهوم مارکسیستی که طبقه متوسط وجود نداره، روشنفکری در افغانستان تقریبا انکار کردن و میگن نیست روشنفکر. اما در این جدلی که ما داشتیم یک مسئله دیگه هم بسیار اساسی و مهم مطرح شد و اوی بود که نقش روشنفکرها در امروز چی است. ما اگر خود ما را روشنفکر احساس میکنیم یا فکر میکنیم، وظیفه ما چیه؟ و خوشبختانه اما با یک توافق از قبل پیش بینی نشده و یا بهتر بگویم یک توافق جمعی به این مسئله پرداخته شد و به این مسئله موافقت کردن که همون یک صحبت کردن و اوی بود که امروزه وظیفه روشنفکرها در مجموع همی خواد باشه که در رابطه با وضعیت کنونی که وجود داره در افغانستان در همین رابطه کار صورت بگیره، مبارزه صورت بگیره تا همی از یه وضعیت وحشتناک و اسفبار مردم نجات پیدا بکنه. مثلا در این اواخر شما ببینین، مثلا شاید به این برنامه زیاد هم ارتباط نداره، آنچه که بر روشنفکرها لازم است در این اواخر اصول نامه جزایی که طالبا تدوین کردن یا تصویب کردن یا بالای مردم تحمیل کردن، این خودش یک کار میخواه، یک کار روشنفکری میخواه. شما ببینید در یک حد لایه یک مکتب، فکر کنید در مکتب، در دیوارهای مکتب یک لایه مدیر مکتب بس نصب میکرد که مثلا اگر در مکتب ناوقت آمدی این مجازات داری، اگر در صنف در اون حد است این اصول نامه و اینمی در حدود، حالا فکر کنید شاید اگر در افغانستان شما فکر کنید 15 میلیون افغان اگر مهاجر باشه، 25 میلیون در افغانستان باشه، 20 میلیون افغان، سر 20 میلیون انسان یک همچون چیز تحمیل میشه، یک چیز یک به نام اصول نامه تعمیل میشه. من فکر میکنم کار روشنفکرها شاید همینجا باشه. کار روشنفکرها این نیست که برن به سمت قوم پرستی و مثلا نژاد و زبان و مذهب و دین. فکر میکنم ما وظیفه مهم و اهم ما میخواد باشه امروزه که بیایم جلو از امیر بگیریم. شاید ما حتمی نیست که تفنگ بگیره آدم، روشنفکر هیچ وقت تفنگ هم نمیگیره، حتمی نیست که تفنگ به دوش داشته باشیم بریم با جبهات بجنگیم. راههای دیگه هم شاید وجود داشته باشه، باید راههای دیگه رو تب و تلاش بکنیم، باید راههای دیگه رو پیدا بکنیم، ببینیم چطور میتونیم از این منجلاب مردم خود نجات بدیم. شاید مردم فکر میکنن، شاید کسایی که گوش میکنن، شاید مخاطبین ما فکر کنن که خوبی مردمایی که صحبت میکنن خوب در اروپا و امریکا هستن. ما به شما میگم که به هیچ صورت شما نمیتونین از اصلتان فرار بکنید. ما اگر در هر کجای باشیم اصل ما است. اران کو دور افتاد از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هیچ وقت نمیتونیم این دردی که در اونجا است، این درد همه ما را اذیت میکنه. شاید کسی که در افغانستان است درد کمی بیشتر اذیتش میکنه، ولی کسی که خارج است شاید یک کمی، ولی درد است و این درد نیاز به دوا داره و این دوا شاید من فکر میکنم در شرایط امروزی بی روشنفکری است. همین است که ما از آن عامل روشن بسازیم و ما صحبت‌ها را در اینجا خاتمه میتونم. در قسمت بعدیش میریم به این بخش که چطور میتونه روشنفکرها در همین شرایط، اگر فرصت باقی مون، که چطور میتونه در همین شرایط از آن عامه را چطور روشن بسازیم، چی کارا باید بکنه آدم
ما چون میفهم بزرگوارای دیگه هم صحبت میکنن، ما زیاد طویل نمیخوایم صحبت بکنم، ولی در قسمت دیگه حتما یک چیزای خواهد گفتیم. تشکر صاحب. یک دنیا تشکر صاحب، خوب ما را به گذشته برنامه ها بردین. بله، یکی از فرمایشات مهم دکتر صاحب موسوی بود که تاریخ روشنفکری در افغانستان در 50 سال تقسیم میشه. 50 سال اولی را معتقد بود که روشنفکرها در خط روشنفکری حرکت کرد و در 50 سال دوم متاسفانه در خط انقلابیگری و شورش و اینا رفت. عقیده من می است که حرف منصفانه است، همینطور شد. متاسفانه اگر کار روشنفکری در افغانستان به ثمر می رسید، یقینا ما به این روز مبتلا نمیشه. فکر میکنم یک بار جناب انجینر صاحب احمدی دست بالا کرده بود اگه اشتباه نکنم. احمدی صاحب فرمایش داریم؟ بله، من همیشه با آمادگی میایم اگر اجازه تان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده فرهنگ لغات دکتر علی شریعتی را آوردیم. در اولین صفحه که راجع به روشنفکر هست میگه روشنفکر در یک کلمه به معنای روشنبین و روشنبین. خوب کسی که روشنبین هست. چقدر واضح گفته. ممکن است تحصیل کرده باشه مثل ما و شما واره، ممکن است نباشد. میتونه که یک نفر بیخی بیسواد باشه اما روشنفکر باشه، تصدیقبار باشد یا نباشد، اگر کدام سند پروفیسوری داشته باشه یا نداشته باشه اون مهم نیست. و ممکن است کارش کار مغزی باشد، ممکن است بدنی باشد، ممکن است کسی کارش فکری باشد، خیلی دانشمند هم باشد اما روشنفکر نباشد. یعنی یک قدر تعریف جالب هست، مخصوصا که عزیزا گفتن که اونا هم آثار دکتر علی شریعتی رحمت الله علیه به عنوان یک معیار میسنجن. و اگر خواستین از تمام مجموعه آثارشان تعریف های زیاد هست، ولی اکثر برادرای عزیز ما در هفته های گذشته امیر گفتن که روشنفکر کسی است که واقعا مشکلات اجتماعی را میبینن و برای از جامعه یک راه حل دقیق حساب میکنن. و بنده حقیر مکررن خدمت شما در اینجا و در سایر اجتماعات گفتیم و میگم و به ایمان دارم، ما به خصوص ما مسلمان ها، ما 2 میلیارد مسلمان ها یک کمبود عظیم داریم که ما باید به معنای قرآن درک کنیم برای اجتماع فعلا ما. یعنی خود بنده که دوستای و عزیزای مثلا آلمانی خود در جاهای مختلف که با ایشان در ارتباط هستم، اینا از نگاه اقتصادی خیلی پول و امکانات دارن ولی در یک حالت هست ناامیدی. اینا مثلا بریده از خداوند هست. وقتی که پیامبر گرامی اسلام مبعوث به رسالت شد، ایشان بر تمام اجتماع بشر گفت، انگار که بر امروز ما میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگوین تمام روش هایی که منفی هست در اجتماعات اونا را نفی کنین، الله را جایش بگذارین و قانونهای الله را آدم بسیار زیبا و خوب خودش عملی کنه و در عین حال به زبان زیبا هم بگوید تا که آدم رستگار شود. یک سوی تفاهمی که در بین مسلمان ها هست که امید اکثرا معناش بیسواد میگن، میگه پیامبر ما امی بود. یعنی یک مطالعه ساده که بنده دارم و ایسا که امی کسی است که به اصطلاح از این مطالعاتی که در دور و برشان هست، از اون رسم و رواجایی که هست، از اونا به اصطلاح فاصله داشته باشه و یک چیز بسیار جدید و منطقی و علمی و اینا را برای بشر ارائه کنه. این دقیق است. من در امی اواخر به این یک نتیجه رسیدم
مثلا تحصیل کرده های افغانستان اکثرشون قسمی می باشن که اینا به اصطلاح خدای نخواسته مثلا یکی دیگر را قبول نمی داشته باشن، ضد هم می باشن. اما در این هفته ها به این نتیجه رسیدم که نه، تحصیل کرده های اکثر کشورهای جهان من جمله کشورهای اسلامی، اینا به اصطلاح اگر از دانشگاه ها رفتن، از دانشگاه های اروپایی در دانشگاه های فرض کنیم اتحاد اشتراکی جماهیر شوروی، اینی دو تا طرز دیدن و یک مقدارم طرز دید جناب ماهور دیدن در چین و اینا، کسایی که در بخش های دینی بودن. اینا به اصطلاح سیاست در اسلام هم نمیدانستن که به خط انبیا می انجامن. از اون سبب راه حل بنده است که بیاین که ما شما تمام ما چی در افغانستان، تمام اقوام ما و دو تا مذهب رسمی ما یکی دیگر را دوست داشته باشیم و در کشورهای جهان اسلام هم یکی پشت سر هم باشیم و اتکای به خدا داشته باشیم. اتکای به خدا و اتکای چون ملت های شریف مسلمان بسیار انسان های پاک و خوب هستن، تنها که بازی میخورن روشن چی بگویم باسواد های کشورها. آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تشکر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در یک جای به نظر من خوب اشاره کردین احمدی صاحب که وقت اسلام آمد، پیامبر اسلام با وجودی که لقب امی داره و یک امی را که شریعتی مرحوم تعریف کرده، یک امی به معنی بیسواد است، یک امی به معنی ازی که رهبر یک امت است. در اونا نمیریم، ولی امی خودی قولوا لا اله الا الله تفلحوا یک رقم میتونیم استدلال کنیم که مبنای روشنفکری امی است، چرا که پیامبر اسلام راه فلاح و رستگاری را بر انسان ها نشان میده. نه به قریش است، نه به عرب است، نه به عجم است، بلکه به انسان ها است. و راه حل شما بسیار جالب است که جامعه مسلمان ها با وجودی که شعار قرآنی میده ولی از قرآن بیگانه است. مثلا اگر تنها امی کلماتی کلیدی که در قرآن انسان تعریف شده سر از او یک برنامه بگیریم تکیه کنیم، اونجا معلوم میشه که چقدر قرآن مبادی روشنفکرانه دارد. ممنون احمدی صاحب. خیلی استاد نایل. سلام به همه. سلام به شما صاحب. جناب دکتر موسوی حاضر نیستن ولی ما توضیحاتی که در مورد جنبش روشنفکری داده بودن از دوره مشروطیت اول و دو سه تا آخر، ما یک سوال داشتم که نیستن حالی دیگر. سوال خب حتما برنامه ها را گوش میکنن صاحب، میتونین سوالتون بگوین. باز سوال ما این بود که در جنبش روشنفکری دهه 40 و 50 و تا آخر 60 یکی از طرفهای درگیر جنبش روشنفکری چپی ها بودن. بله چپی ها بودن، ولی دکتر جناب حتی محور روشنفکری بودن. محور روشنفکری بودن. بله. و طیف های اصلی یا افراد و اشخاص زیادی از دیگه حلقات آمدن به این پیوستن، به این جریان حزب دموکراتیک پیوستن. تنها غبار که نیامد قطع علاقه کرد، دیگران بسیاری آمدن، ولی از یا هیچی یاد نکردن در ضمن دیگر روشنفکرایی که در حالی که این جنبش یا این حرکت 14 سال در افغانستان حکومت کردن و یک قسمت زیادی از جوانا را یا خوب یا خراب مقصد در یک سمت، در یک جهت روان کردن بردن و یک تأثیر بسیار بزرگی در جامعه، در حلقات روشنفکری، در حلقات جوانان بین میان سالان تأثیر بسیار بزرگی انداختن که متاسفانه موضوع دیگر رقم شد و به سقوط مواجه شد و نتیجه سقوط از او ما دیدیم که چی بلاهای سر ما آمد. از این منظر من بود که جناب دکتر موسوی از همین جنبش چپ دموکراتیک که حزب دموکراتیک بر سر قدرت آمد تا که سقوط کرد همین 14 سال فقط یک نام یک دو نفر گرفتن، دیگه از هیچ ذکر خیر یا ذکر بدی نکردن. بله. ولی خب انشالله که دکتر صاحب باز داشته باشیم و اینا رو جواب بده.
یک در حالی که در دهه 60 که من خودم حاضر صحنه بودم و در همون کابل بودم، صدها عنوان کتاب طبع و نشر شد، مخصوصا از نسل جوان، شاعر نویس، درام نویس، داستان نویس و دیگه محقق و کی صدا عنوان کتاب که در تاریخ افغانستان اینقدر چاپ کتاب نشده بود و شرایط بسیار سخت برای چاپ وضع کرده بودن که هر کس نمیتونه کتاب خود چاپ کنه. یکی از مشاورین ارشد وزارت اطلاعات فرهنگ زمان کرزی که دوست نزدیک ما بود و شما مورا میشناسید، نامشان استاد رعظم رهنورد زریاب بود. بله. که در تمام دوران حکومتی که ما مشاوری از او بود در اطلاعات و کلتور 4 عنوان کتاب چاپ نشد. عجب. که امو وزیر اطلاعات و فرهنگ هم یکی از روشنفکرای بسیار نامآشنای جامعه افغانی ما بود که حتی به عرفان علاقه داره، به چی داره، آدم بسیار بزرگی است، آقای رهین، دکتر رهین. 4 عنوان کتاب ما در فهم قدر وقت چاپ کردن نتونستیم، در حالی که چقدر کمک‌های خارجی برای البته که به وزارت اطلاعات و فرهنگ کمک‌های بیرونی کمتر نسبت به وزارت معارف داخله و دیگه می آمد، ولی به هر حال کمک بود، فعالیت نبود و در عین حال نه تنها که کتاب چاپ نشد بلکه حتی سینما به سقوط رفت، تئاتر بیخی نابود شد، هنر موسیقی خوب به افتضال کشیده شد، هنر موسیقی مبتذل شد، به کلی مبتذل شد، به چه مسخرگی ها انجامید کار هنر موسیقی. سینما اما تو استاد شد و تئاتر خب بیخی دیگه نامش کسی نگرفت و در اون زمان بهترین فیلم ها خب بر عنوانی که بود مقصد فیلم ساخته شد، یا انقلابی یا ارتجاعی یا هر عنوانی که بود فیلم خود ساختن مردم. مثلا از اون جمله یک سلام سنگی بود، یک فیلم نامه های بسیار که هنرپیشه های بسیار موفقی مثلا سینمای افغانستان. به این خاطر من گفتم دکتر صاحب از این یاد نکنن، من تعجب کردم چرا؟ بله. دکتر صاحب حتما میایه یاد میکنه، اونا میگفت که اگر نام بگیریم بسیار طولانی میشه، ولی یک روایت در این مورد تاریخ روشنفکری ما از علی محمد زهما شنیدم. بله. ما در سال 2003 قدش مصاحبه داشتم، در اون مصاحبه خوب است اینجا یک شاهدی داریم، موجی صاحب سیفی است. اوایل حکومت کرزی بود وقتی من مصاحبه را شروع کردم و کامره فیلم برداری و اینا را ماندیم. او زمان ما یک وبلاگ داشتم به نام راستی، در اون راستی دو زیاد میخوردم استاد. یک تعداد رو خیال کرده بود که ما از پراودا تقلید کردیم، در حالی که ما هیچ نمیفهمیدم که پراودا هم راستی مانا میده. یک تعدادم از حزب دموکراتیک خلق، شما خبر دارین که در دو زدن خیلی شوق بود. به هر صورت ما وقتی از استاد زهما سوال کردم، گفتم کامره تا خاموش کن، ما یک سری چیزا رو میگم بعد از مرگم نشر کن، در صدایم نشر کن. خب گفت روزی اولی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان تشکیل شد، مغزای متفکر افغانستان همه اونجا حضور داشتن. عبدالحی حبیبی، دکتر سید محمودی، غلام محمد غبار، امی که توری ستم ملی رو وضع کرده، غیر نامش یادم میاد، طاهر بدخشی، گفتینا بودن. روز سوم کنگره حزب دموکراتیک خلق وقتی که ترکی رئیس شد و کارمل رئیس شد، یا ترکی منشی، بله منشی شد، گفت اینا جواب دادن و خود علی محمد زهما هم جزء مؤسسین از حزب بودن. گفتم چرا جواب داده؟ ما از همه بزرگوارا عذر میخوایم، ناگزیر عین نقل قول استاد زهما را بکنم. گفت وقتی ما از یا سوال کردیم که چرا حزب ساختن که روز سوم جواب دادن، اونا گفتن سردمدار حزب 2 فاحشه سیاسی شده. خیلی حضور میخوایم از همه بزرگوارایی که گپ میشنوه، ولی فقط به خاطر حفظ امانتی را میگم. من امیدوارم که همین صدای از بزرگوار را پیدا بتونم نشر کنم مطابق یک گزارش. این نظر آقای زهما بود. باز در مورد از که نظر موسوی صاحب چی است، من فکر میکنم اطلاعات موسوی صاحب بسیار در این مورد وسیع است، چون خودش نقش داشته در می جنبش. مثلا ایشان علی اصغر شاه دیده از شیعه های چندول که روشن فکر بوده، بسیار رفیق و حتی مرید اسماعیل مبلغ است که
یقینا تعریف های اسماعیل مبلغ شما از زبان رهنورد زریاب شنیدین دیگه. میشنیم، خواندیم، آثارش بله خواندیم. خواندین. این رقمی خب انشالله که دمی مباحث استاد ادامه میتیم. شما اولین بار است که در زبان آمدین، در حالی که خودتان هم تاریخ زنده هستین. امیدوارم بیشتر از این با ما بگوین، در میان بگذارین. ما قصد تبلیغی، ما خودم طرفدار مجاهدین هستم، شما بفهمین، ولی در کتاب تعهد دارم که بی‌طرفی را مطلقاً رعایت بکنم. بله، و امی آقای سید محمد رضا علوی یک کسی است که به شدت طرفدار دکتر نجیب است، به مو شدت که من مخالف هستم، ایشان طرفدارش است، ولی اینجا میایه و باید بیایه آزاد گپ خود بزنه. ما بسیار خوب، تشکر صاحب. کاظمی صاحب ما مهربانی توضیح دیگه هم دارم. ما فکر میکنم که اولین رگه های حلقات روشنفکری در زمان تیمورشاه درانی گذاشته شد، پسر احمد شاه. تیمورشاه درانی دیوان بیدل از کشمیر آورد به افغانستان و در قندهار یک تعداد روشنفکرها و یک تعداد افراد و اشخاص نخبه برگزیدگان فرهنگی را، ادیب و نویسنده و شاعر را جمع کرد به عنوان بیدل شناسی و بیدل خانی. یک انجمن ساخت، یک قانون ساخت و در اوج علاوه به اینکه بیدل میخوانه، یک بهانه بود بیدل خانی، سیاست هم میکردن، عیب و نقص دولت ها هم میگفتن. ولی با رفتن تیمورشاه او بساط جمع شد. بعد در زمان زمانشاه هم، شاه زمان هم کمی، شاه زمان آدم منوری بود، پادشاه منوری بود، بسیار کوشش کرد که را پیش ببره. در جنگ‌های داخلی سبب شد که نشد، تا زمان امیر حبیب الله خان و امیر شیر علی خان که باز هموش هم راستی که یکی از اون پیش قدم‌های روشنفکرها یکی سید جمال الدین افغان بود و ملا چی میگن؟ مشک عالم. ملا مشک عالم. بله. ملا مشک عالم بود و سید جمال الدین افغان بود که باز نشرات جور کردن و باز شمس النهار بله. شمس النهار امیر شیر علی خان به چاپ رسان از طریق دیلی چاپ میکردن، باز می آوردن از هندوستان، می آوردن از کابل. اینی کلش چیای پایه‌گذاری کارهای روشنفکری که بعدها باز در زمان عبدالرحمن حبیب الله خان و امان الله خان باز ارزی آمد و دیگر آمد، باز یک کمی دامنه وسیع شد و بزرگ. من میگم اولین حلقه همونجا جور شده بود در قندهار. خیلی گپ خوب استاد بزرگوار، خوب شد که امروز شما سر زبان آمدین. همیشه تشریف می آوردین و با سکوت می رفتین. بیاین صاحب دیگه نمیاره به نسل آینده بسپاریم. ما لازم میبینم که جناب جنرال صاحب خرم عبدالواحد خرم، اگر نامشون اشتباه تلفظ کردیم خودشون تصحیح بکنه. بله خرم است. بله، خیلی ممنون که تشریف آوردین. تشکر جناب محسنی گران ارج، مرد شیرین. و ما بسیار ببخشین که یک کمی بعد از کار آمدم. اگه ما عیار کرده بودم با حاجی صاحب وعده دادم که ما چیز است حتما در این بحث علمی که تعداد زیاد و استادم است تشریف دارن، ما خدمت شما اول برز برسانم که نمی یک امانت گرفتیم. یک کتاب 3 جلدی زندگی سیاسی شهید محمد داود است، از 1310 تا 1357. همین بحثایی که شما میکنین، این واقعا این آدم اینقدر زحمت کشیده بوده. یکی ما امروز استاد نایل راجع به چیز گپ زدم، راجع به تاریخ اردو، جنگ جلال آباد و مسائلی که بالاخره نویسندش که یک وقت آمر ما بود. کتابی از اینم مثل کتاب نایل سواری به خدمت قرار گرفت، کم کم میخونم هر روز در جریان کار. خیلی زحمت کشیدن اردو و او آدم واقعا خوب نوشته کرده. سید عبدالقدوس آقا 80 سال عمر داره، در کلاسره آلمان، یک وقت معاون ما و آمر ما بود. کتابش در اصل عادل 40 سال پیش، ولی از تاریخ 310 تا 357 47 سال جمع چیزی 90 سال قطعی بعد از ما شما 57 سال که میگره. این کتاب ما خواندیم، این 433 این صفحه داره، 3 جلد است. بسیار چیزای جالبی که در افغانستان رخ داده واقعا از زیر تفنگ‌های
چپیا و راستیا این استبداد نبوده. استبدادی افغانستان گپ سر نهضت روشنفکری شد. من خیلی چیزا را اینجا یادداشت گرفتم. ببخشید، تاریخ روشنفکری افغانستان جالبی بوده که این از وقتی که وضعیت در زمان شاه محمود خان طوری که میدانیم، خب این که نادر همه معلوم چگونه پایان حکومتش انجام بده و عبدالخالق و چرا او را به تفنگچی خود در میدان لیسه زد و نوزتا که شروع شده. همین قوتایی که علاقاتی که جمع شده بوده در همین کتاب این آدم خیلی زیبانش دکتر سید عبدالله کاظم، این مثلا از نزد شاه محمد رئیس این کتاب بگیرن، در قلم جلد اوله این حلقه روشنفکرات در قندهار 1-3-4 نفر جور میشه به نام هنگار، یک جریده هم می داشته باشن. باز هر حکومتی که بوده در 23 سال یا رو متوقف میکنه، 4 و 5 که میشه. باز اونمو همزمان با او حزب دموکراتیک ملی که از استاد میدانن از کلوپ ملی سرچشمه میگیره که مبتکر از داوود خان است. از زمان وزارت حربی داوود خان میگیم. داوود خان آخرین صدر اعظم دوران چیز است که از 1953 تا 63، باز از 63 تا 1372 ما شما 1972 خانه نشین میشه که در این اختلافات یزی هم در علاقات روشنفکری بوده که شاور عمه یزنه ظاهرشاه و سردار ولی بچه کاکا و او داماد امیرا و ظاهرشاه ترجیح میتن، زیاد گپاش میگیرن، در حالی که او یک کمتر نسبت به چیز بی تجربه بوده. خب منظورم از اتحادیه روشنفکری است که یاد بکنیم مثلا از یک حزب دموکرات ملی که از ناشی از کلپ ملی میشه، باز اتحادیه محصلان در چوکات محصلان نمیمونه، یا معظم میپاشه، اینا مداخله سلطنت میشه. و دیگه حزب وطن بسیار مورد توجه ما قرار گرفت. حزب خلق اصلا مبارزین واقعی که همین احساس ملی میهنی داشتن و اندیشای از یاد تابناک تابول است. دکتر عبدالرحمن محمودی بوده و غبار بوده. غبار حزب چرا جور میکنه پیش از اینکه نهضت اسلامی و حزب دموکراتیک جور شد و اینجا ترکی اینا مجید زابلی اینا در حزب وجدالمیان می بودن، اینا در حکومت سهم می داشتن. اما یگانه ضرباتی را که در زمان ظاهرشاه وارد میشه سر حزب خلق رهبرش محمودی زندان میره و چیز آواره میشه حزب وطن آقای غبار. اینا بسیار طرفدار می داشته باشند و این اردو از با استفاده از اینکه اندیشه های ترقی خانه داشتن، اینا طرف شوروی و امریکا هم نبودن. این نهضت ازیا برای مردم بوده، دکانداران مردم کابل از اینا حمایت میکنه، اما حکومت دو کسی دیگر تقلبی به پارلمان را میندازد. در دوره شورای هفتم که مجلس دوره هشتم شورا بازم اونمو آدمای دست نشاندهشون میباشه و در دوره هفتم این اردو را قصدا ناکام میکنن. منظوری مزی بود که اینا جریده چیزی داشتن، باز جریده خود داشتن خلقی، حزب جنای خلق، حزب دموکراتیک نه یا وطن، اینا نشرات خود داشتن. باز این نشرات از یاد توقف میشه. اینمی حلقات روشنفکری که در افغانستان برای یک تحول کار کرده، کلوپ ملی کار کرده، حزب دموکرات ملی، اتحادیه محصلین صدا بلند کردن، انگار، رؤوف انگار، حزب وطن، حزب خلق، اینا جریاناتی بودن که بر ضد استبداد حکومت واقعا همین کتابی که من میخوانم زیر تاثیر حکومت نرفتن، هم مخالفین بودن، هم نفرا بودن و هم بی‌طرفا، طوری که آدم توضیح میکنه مستند. و اینا آغاز جنبش روشنفکری افغانستان چپی و راستی نیست. چپی و راستی بعد از 1943 آغاز شد که اونا حزب دموکراتیک جور شد و نهضت جوانان مسلمان که باز رفتن در پاکستان، اونا باز یک نهضت بود، باز جمعیت در جای خود ماند. گلبدین اینجا چل زد، از جمعیت خود کشید و حزب دیگر را ساخت و که وقتی که استاد ربانی اینا هم تغییر میخواستن به حج میره. خب بعد از اون دیگه این شعبات و گپا در 50 سال اخیر استاد در اینجا هستن و پرگویی نکنم. یعنی منظورم از این بود که یعنی جریانات روشنفکری 90 سال اخیر این از انگار و حزب وطن و کلوپ ملی و از اتحادیه محصلین و حزب وطن و حزب خلق برابری همین دو شخصیت
والا مقامی بوده که حتی مخالفینش هم تایید کرده که واقعا محمودی و غبار یک تحول میخواستن و تحمل استبداد ندارن. توسط پلیس و توسط ژاندارم اما رأی از یا صندوقایشان ناکام یا کشیده میشه. 2 نفری که از استبداد بسیار کسا 13 نفر عزیز 13 با پیوند به زندانی شدن و تبعیدی از اینا زندانی میشن و حکومت فقط در دست همی خاندانی بوده که اینا یکیش 17 سال شاه محمود خان 7 سال در 2 سال اخیرش یک کمی تحولات آورد که او دهه دموکراسی خب بعد از سال 1363 1963 است دیگه که تا داوود خان دهه دموکراسی بعد از اینکه موسی شفیق و اعتمادی و اینا صدر اعظم میشه اوج میگیره تا اینکه اما قدر هم آزادی نبوده در زمان ظاهرشاه. مثلا طرحهایی که داوود خان میته ظاهرشاه قبول نمیکنه و بعد از اینکه او قبول نمیکنه اون روز که استعفای خود میته و این همیشه در صدد ازی بوده بنابر اختلافاتی که با بچه کاکایش بچهش مارشال که سفیر بود در کراچی داشته و این موقعیت افغانستان و این پشتونهای اون طرف بی سرنوشت میمونن. انگلیس ها و چیزا و اینا نقش خوبی بازی نمیکنن ولی صداشون در کابل بلند میکنن. جاده ها به طرفداری از بعد از جدا شدن پاکستانی غربی و شرقی یعنی بنگلادش و پاکستانی کنونی و این که همین منطقه بود عائل میمونه به سرنوشت که بالاخره اونا میدانیم که در منطقه عقب مانده هنوزم پشتونستان تبدیل است و بعضی کسایی که میخوان با اونا ملق شون اونا نمیخوان که با اینا ملق شون چرا سطح فرهنگ و چیزشون فرض. اما چه گپ بسیار موضوع خوبه جناب چیز استاد پیشروی گرفتین. ببخشید اجندایتون خوشم آمد. همین جنبش‌های روشنفکری چگونه چی شده مخاله همون پراگنده و کمی چی صحبت کردم در اگان موضوع مشخص بار دیگه ما میتونیم که مثلا یک دوره تاریخ دوره داره کرونولوژی داره مقطعی مسائل بیان کنیم. شما یک چند دفعه راجع به اردو از ما در دفتر نسیمی که همون بیخی یک قرن اخیر از 19 تا بالا از همون توپای زنبوره که زمان امیرویس اوتک یادم هسته و امیر از یاد خونده بودیم درس هم داده بودیم و نمیز به استاد معلوم است که خورم صاحب بله قدوس و عظیمی و او عظیمی ظاهر عظیمی نبی عظیمی ما 4 نفر در تاریخ گفت پشتو زبان ها گوتی زدیم تاریخ اردو ما میتونیم که بحث‌های خوبی داشته باشیم تشکیل در مورد اردو قد شما 2 به 2 مصاحبه میکنم صاحب بله اونجا حقایق گفته شد. منتها شما امی برنامه روشنفکری هفته آینده هم دوام داره. شما یک جای یک نکته کاملا جدید گفتین که رأی دکتر عبدالرحمن محمودی و غلام محمد غبار توسط ژاندارمه دزدیده شد. بله سرکوب شدن. بله ببخشید صاحب اینمی را با صفحات همون کتاب که در دستتون است برای جمعه آینده گرفته بیاین حال نشان نتین صاحب. انشالله هفته آینده بازم امی ساعت ما برنامه داریم از شما زیاد استفاده میکنیم. بیننده های گرامی تشکر که تا این لحظه با ما بودین. قسمت 11 تاریخ روشنفکری افغانستان ضبط شد. همچنان که ملاحظه می‌فرمایید نظرات مختلف بسیار آزادانه مطرح میشه. گاهی مباحث به دلیل از اینکه این بحثا در رادیو کتاب تازگی داره شاید در مجموعه افغانستان به نظر میرسه که پراگنده شده ولی علل مجموع تکیهگاه ما امو تاریخ روشنفکری است. من باب مثال نکته‌ای که نایل صاحب فرمودن کاملا جدید بود و قابل ملاحظه که میتونیم سر از او تکیه کنیم که نقطه آغاز روشنفکری در افغانستان از زمانی است که کلیات بیدل از کشمیر به افغانستان آورده میشن. شما میتونین در این بحثا با ما شریک شوین. دارای هر بینش و گرایشی که هستین رادیو کتاب متعلق به همه است و ما افتخار میکنیم که شما تشریف بیارین. حتی خدا ناباورای عزیز اگر شما هم بیاین مقدمتان از جانب ما گلباران است. لطفاً رادیو کتاب با سابسکرایب، انتقاد و پیشنهاد تقویه نمایید. رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.